راستش رو بخوای یکی رو میخواستم که بتونم باش دل کنم و تقریبا میشه گفت که کسی بود ولی کسی نبود که بتونم راحت سفره دلمو باز کنم دلشو بدون سانسور و بدون اینکه ادا در بیارم خودم باشم و بتونم حرف بزنم. به خاطر همین دوربینم رو انتخاب کردم. حالا هر کسی که ممکنه در آینده این ویدیو رو ببینه یا نبینه، تا حالا 100 بار شده که ویدیو ضبط کردم و همینطوری تو هارد خوابیدن، چون که یه جوره این یه حالت آرامشی به خودم میده و احساس میکنم همین کافیه. حالا اتفاقی که افتاد این بود که من تقریبا 3 هفته پیش از کار کلینیکم استعفا دادم تا اینکه بتونم تمرکز کامل و انرژیمو بذارم روی کار ترید. کاری که شاید خیلی دوست داشتن داشته باشنش، پرستیژ خوبی داشت، ساعت کاریش زیاد نبود، کارش سنگین بود ولی 3 روز در هفته بود ولی کارش سنگین بود و نمیذاشت یعنی خسته میشدم، تایمم تموم میشد و نمیتونستم اونطوری که باید و شاید روی ترید تمرکز کنم. از اونجایی که دیگه احساس میکردم یه پلن خوبی ریختم، 3 ساله توی این کار هستم و احساس میکردم اون بیس رو آماده کردم که بتونم بالاخره اجرای اون دیجابمو بذارم کنار رو کلا فوکوس کنم فول تایم روی ترید و این چیزا. البته هنوزم صبح تا ظهر طول هفته بیمارستان رو میرم ولی دیگه از کار کلینیکم استعفا دادم. حالا کار کلینیک اینطوری نبود که درآمد خیلی خفنی داشته باشه ولی در حدی که اون نیازهای روزمره ماهانه زندگیمو تامین کنه بود. نمیدونم چرا اینقدر استرس دارم برای حرف زدم جلوی دوربین، شاید چون که خیلی وقت بود که این کارو نکرده بودم. حالا اتفاقی که افتاد که باعث شد به اینجا برسم که دوربین رو بذارم بخوام جلوش حرف بزنم خودم رو خالی کنم این بود که هفته اولی که من شروع کردم اون کارو بل کردم و کلا فول بابت و هماهنگ شدیم، پلن ریختیم، استراتژی و همه چیز آماده بود و شروع کردیم به ترید کردن. هفته خوبی بود، روی دور سود بودیم و مهمتر از این که استراتژی، چون قبلا بک تست و فوروارد تستش رو روی ریل انجام داده بودیم، ازش خیالم راحت بود. بیشتر استرسی که بود بابت این بود که قوانینمو زیر پا بذارم یا نذارم. هفته اول خیلی منظم همه چی با قشنگ اون پلانی که ریخته بودیم پیش رفت و هفته سوددهی بود، باعث شد یه اعتماد به نفسی هم که بگیرم که این کاری که کردم این ریسک بزرگی که کردم، چون حالا این حسابی هم که دارم روش کار میکنم اینطوری که هرچی پسنداز و هرچی اینطوری نیست که البته زندگیم از هم بپاشه اگه نباشه، ولی خب پولیه که با زحمت خیلی زیاد به دست اومده، خیلی تلاش کردم، خیلی بدو داشتم تا بتونم این پول رو دور کنم، این حساب رو بسازم و روش کار کنم. یعنی پولیه که روش ضرر کردم واقعا اذیت میکنه. بعد این که هفته اول که تموم شد، هفته دوم و سوم چی شد؟ هفته سوم که نشده کامل، ولی هفته دوم اینطوری بود که با یه ضرری کوچیک شروع شد ولی زیاد مهم نبود. روز بعدش هم یه ضرری کردیم، برگردوندیم، باز اوکی بود. روز سوم و چهارمش اینطوری بود که کلا منحرف شدیم، نمیدونم با یه جاده خاکی خوردیم. خیلی اولا ضرر سنگینی کردیم، سنگین ندی که مثلا حساب کال بشه یا اینکه از نظر ریالی عدد قابل توجهی بود، ولی اینطوری نبود که ریسک منیجمنت و مدیریت سرمایه و اینا رو زیر پا بذاریم. یعنی حساب هنوز تقریبا میشه گفت تکون نخورده اونطوری، یعنی یه چیز کاملا عادی تو حساب، یه ضرر عادی حساب میشه، ولی خب که همونطوری که گفتم چون پولیه که به زحمت زیادی به دست اومده، خب آدم اذیت میکنه. تا جایی که واقعا من روز آخری که ترید کردیم و ضرر شد خیلی عصبی بودم، خیلی ناامید بودم.
کلا با کائنات و همه و خدا و همه چی دعوا داشتم اون روز. دلیلش هم بیشتر اون ضرره نبود، هرچند بی تاثیر نبود اون مزرعت تومانی دلاریش. بیشتر از این عصبی بودم که اون قوانین خودم رو زیر پا گذاشتم و خیلی از اون بابت داشتم میگفتم مثلا اونی که باز یه ماه شروع کردی یه چیزی، توی که 2-3 سال تجربهشو داری، پلن ریختی، این ریسکی به این بزرگی کارتو بل کردی و اینا، تو چرا دیگه باید این اشتباهو بکنی؟ خلاصه خیلی روز بد و سنگینی بود برام. حتی یعنی میگم کلا با زندگی دعوا داشتم اون روز. داشتم حتی و اون چیزی که تریت میکردیم و داشتم باش بعدش حرف میزدم، میگفتم اگه خدایی هست چرا اینقدر با من مشکل داره؟ اگه نیست بر اساس آمارم باشه، تو ما تریدریم دیگه، بالاخره آمار احتمال همیشه در نظر میگیم. بر اساس آمارم نباید من تو طول زندگیم اینقدر آدم بد شانسی باشم، بالاخره آدم یه جایی باید شانس بیاره. شانس واقعا مهمه، هنوزم اینو میگم، ولی خب من هیچ وقت تو زندگیم آدم خوش شانسی نبودم. اینطوریه که حالا شرایط کلی بد نیست، ولی هرچی که هست خیلی خیلی با زحمت خیلی خیلی زیادی به دست اومده. یعنی اینطوری نبود که یه جایی تو زندگیم شانس بیارم، حالا چه پول باشه، چه کار باشه، چه رابطه، هر چیزی، کلا هیچ وقت شانس نیاوردم. اینطوری نبود که یه کاری رو مثلا شروع کنم و خوب پیش بره. همیشه اینطوری بود که اگه کاری هم شده با زحمت خیلی خیلی زیادی، شاید مثلا یه نفری که یه ذره خوش شانسی، یه ذره نمیگم عجیب غریب، یه ذره خوش شانسی داشت، خیلی سریعتر از من به اون رسیده و اینا رو میبینم توی آدمایی که حالا دور و برم هستن. بعد اینکه چرا میخوام خلاصش کنم، دارم بر خودم حرف میزنم، قرار نیست کسی گوش بده، یعنی ندم اصلا مهم نیست. نه اینکه از روی مغرور بودم بگم و میخوام خودم رو چیل کنم، خیلی نمیدونم چرا نروسم و استراب دارم کلا. خلاصه اینکه اونطوری شد، 1-2 روز گذشت. چیزی که احساس میکنم خیلی کمک میکنه اینه که با کسی که توی شرایط تو رو درک کنه حرف بزنی، حالا هر کاری باشه. مخصوصا توی این کار با بچهای تیم مثلا من حرف میزدم، خیلی وقت گذاشتیم حرف زدیم، بررسی کردیم. بعد اینکه چیزی که خیلی جواب داد که اون استرسم و اون ناامیدی و اون دعوا با خودم گرفتن و همه اینا رد بشه، ورزش بود. ورزش باعث میشه کلا اون حس دپرس بودن از آدم دور بشه. امروز هم ورزش کردم و خیلی جواب بود. شاید مثلا یکم شعاری به نظر بیاد، ولی واقعا ورزش جوابی یه جور هک تو زندگی حساب میشه وقتی آدم دپرسی یا یه مشکل جدی براش پیش اومده. میگم مشکل جدی من بیشتر عصبانیت از دست خودم بود که چرا چیزایی که بلدم باز مثلا بلد نبودم، یا اگه اون بیسی که ساخته بودم مشکل داشت اینقدر عصبی نبودم، میرفتم دنبال راه حلش. این که بلد بودم و میدونستم اون اتفاق افتاده بیشتر عصبیم کرده بود. بحث شانس هم خیلی واقعا عجیبه. حالا این دوربین اینا رو گذاشتم، این یادم افتاد من قبلا یه مدت پیش کلی تجهیزات خریدم و دوربین و نور و فلان و بسار، که چون کلا تولید محتوا رو از بچگی دوست داشتم، همیشه دوست داشتم یه پلتفرمی برای خودم داشته باشم و تولید محتوا کنم و از ادیت کردن و اینا. هرچند زیاد حوصله ادیت کردن ندارم، ولی خب دوره‌ای حرفه‌ایشو گذروندم و این حرفا. کلی خلاصه کار کردم و اینا رو گرفتم و فلان، خیلی هم هزینه کردم که یه پیجی بزنم تو اینستا و در مورد ترید، نه در مورد فیلم سریال، چون خیلی فیلم سریال دیدم و کلا خیلی بهش علاقه دارم، خواستم در مورد اون تولید محتوا کنم. خلاص 30-40 تا پست ساختم، بعد ادیت خوب، محتوای خوب، بعد حالا دیگه خودم اونا رو ساختم و آپلود کردم. اونا اصلا ولی جواب خوبی نگرفت، یعنی حتی یکیشم اکسپلور نرفت، جواب خوبی نگرفت، فالوور زیادی جذب نکردم. حالا اونایی که بودن خوب بودن و اینتراکشن خوبی داشتم، واقعا نمیدونم چرا اون اتفاق افتاد. بعد پریروز داشتم پیج یکی از دوستام رو نگاه می‌کردم، کلا 2-3 تا ریل گذاشته بود. یکی از
ریلزاش یه ویدیوی کاملا رندوم و معمولی بود که روش یه وایسی هم همینطوری انداخته بود، بعد آپلود کرده بود. خیلی چیزه همینطوری تو 2 ثانیه همینطوری یه چیز شانسی بگیری آپلود کنی. بعد 1 میلیون ویو خورده بود. یعنی من اونو داشتم میدیدم واقعا داشتم از وسط جر میخوردم که آقا من اون موقع اینقدر زحمت کشیدم، هزینه کردم، نمیدونم فلان بسار، اصلا 1 میلیون ویو چیه؟ یعنی من تاپ بازیتم 16-17 بود. خاصه آدم فشار میخوره که چرا مثلا یکی اینقدر شانسی و رندوم مثلا کارش میگیره، یکی خودشو میکشه و خیلی چیز میشه. البته اون موقع دلیلی که ول کردم این نبود که جواب نگرفتم، بیشتر یه همون کار کلینیکی اینا دور شد، بعد درآمده تقریبا دور شد و دیگه تایم و انرژیشو نداشتم که واقعا ادامه بدم، وگرنه ادامه میدادم. اصلا ریاکشن خوبی هم نمیگرفتم. یعنی منظورم اون جواب ندادن این دلیلش نبود که ول کردم. ولی خب اینم هست، یعنی بحث شانس رو دارم میگم که واقعا تو زندگی بعضی شانس میارن و مسیری که تو با خیلی تلاش و به زور و خیلی دردسر بهش میرسی و قشنگ یک شبه و خیلی رندوم میرسن. حتی یکی از دوستام در مورد تریدم یه مثال بزنم، یکی از دوستام هم بود که یه معامله رندومی، کاملا رندوم، چون اصلا بلد نبود، باز کرده بود و اونقدر با سود بسته بود که دستنشو گرفت و یه مسافرت خفن با سود اون رفتن. منی که 3 ساله دارم روی کار میکنم واقعا دالا نشده یه باری یه معامله هم شانسی بره تو سود. یعنی هر موقع مثلا اشتباهی شده یا معامله شانسی باز شده 100% با ضرر بسته شده. البته اینا چیز بدی نمیدونم، ولی منظورم اینه که واقعا چرا بر چه اساسی من هیچ وقت شانس نمیارم، یعنی قور میزنم بیشتر سر این موضوع. خلاصه که آره بالاخره بعضی شانس ندارن، از جمله خودم. در مورد ترید خیلی ناامید بودم، با اینکه حساب سر جاش بود، بچه‌ها بودم، پلنه جواب میداد و کلا چیز، ولی خیلی ناامید بودم. ولی امروز یه $200 انداختم رو حساب، یکم پلن ریختم، فردا با بچه‌ها جلسه دارم، میخوام انرژی بذارم و دوباره شروع کنم. فاصله خاصی هم نیفتاد، 2-3 روز پیش بود این اتفاقی که گفتم و احساس میکنم از لحاظ منتال ریکاوری شدم. هرچند کاملا یعنی خودم رو چیز کردم که اگه کوچکترین اشتباهی ده بازم رخ بده که از سمت کوتاهی من باشه، واقعا حساب میبندم و میزنم زیر همه چیز. چون واقعا من میگم مخصوصا وقتی مثل من آدم بد شانسی باشی جایی برای اشتباه کردن نداری، چون تو بهترین حالت فقط به جایی میرسی که آدم باید برسه، وگرنه اینطوری نیست که دستم خوش شد. مثلا هر جوری میخوای بری بعد یه کم هم شانس یاریت کنه و کارت بگیره. حداقل زندگی برای من اینطوری نیست. برای اون تولید محتوا اینا هم واقعا من دیگه سمت اینستا نمیرم، چون واقعا اینستا رو من درک نمیکنم، چون که نمیدونم چطوریه که واقعا تو اینستا همه خوشتیپن، همه پول دارن، همه ورزش کردن، بدناشون جوره، مسافرتاشون میرن، واقعا انگار هیچ کس چالشی تو زندگیش نداره تو اینستا. یعنی من مثلا پیجم هیچ وقت اینطوری نبوده، یعنی دپرسم میشم اینطوری نیست که برم چسناله بذارم، ولی خب اون چیزم نشون میدم. ولی بقیه انگار همه انگار دارن، یعنی یه حس عقب موندگی به آدم دست میده وقتی تو اینستا داره چیز میکنه، تولید محتوا میکنه. یعنی به خاطر همینم اگه قرار باشه روزی این ویدیو یا هر چیزی آپلود کنم قطعا تو اینستا نیست، یعنی واقعا چون جو اینستا نمیدونم، هم از طرف اون ویدیوهای رندومی که مثلا همینطوری که طرف که شعری میسازه آپلود میکنه میلیونی ویو میگیره، بعد من مثلا کلی زحمت میکشم و آخرش هم هیچ. البته این ویدیو اسمش تولید محتوا نیست، من برای اونا واقعا زحمت میکشیدم، ولی خب نشد، نمیشه دیگه، بعضی وقت تو زندگی نمیشه. میگم حالا اینقدر ناله کردم اوضاع کلی خوبه، یعنی خودم شکرگزار اینم که خوبه، ولی که دوست داشتم یکم شانسم باشه قاطی ماجرا که همیشه اینقدر باز این لول از سختی پیش نرم. ولی خب حالا هرچی، ما که بالاخره من راهی که میخوام و میرم. خلاصه که دوست داشتم یه ژورنالی از اتفاقاتی که افتاده، ریسکایی که گرفتم، چون دوست دارم
دوست دارم یعنی امیدوارم یه روزی بشه که بیام یه ویدیوی دیگه بگیرم و بگم اون ریسک بزرگی کردم، از کارم استفاده دادم و سرمایه‌ام رو گذاشتم وسط و اون همه زحمتی که کشیدم جواب داد. حالا با هر لولی از سختی، من با سختی مشکل ندارم، چون از وقتی کلا یادم میاد من 10 سالی دارم کار میکنم، همیشه سختی بوده. مهم اینه که نتیجه چی بشه. من نتیجه رو بیشتر برام مهمه، چون به اون سختی دیگه یه جورایی عادت کردم. امیدوارم یه روزی برسه که بگم این ریسکم جواب داد. میتونه بهترین تصمیم زندگیم باشه یا تصمیم باشه که هم شغلم از دست دادم و هم پسندازم و هیچ سیفتی نتی هم ندارم. البته اینطوری هم که نیست که مثلا فکر کنین که بدون هیچ پلنی، نه واقعا پلن داشتم، رندوم نیومدم از کارم استفاده بدم، پلن داشتم، فکر کردم، مشورت کردم و کلی بالاخره مسیری طی شده که این تصمیم گرفتم. چون میگم آدمایی مثل من با شانس من نمیتونن اصلا همینطوری، میگم دیگه بعضی همینطوری معامله باز میکنن، سود میکنن، همینطوری امتحانی میدن قبول میشن. من هیچ وقت همینطوری هم نمیگیره، یعنی همیشه باید یه زحمت خیلی سنگینی اون وسط باشه. آره خلاصه که انشالله خوب بشه. ولی خب ببینیم چی پیش میاد. من اینطوری که ریلکس میگم ریلکس نیستم، واقعا آدم استرسی هستم و واقعا خودم میکوبم. یه دلیلی هم که دارم با دوربینم صحبت میکنم اینه که یکم خودم خالی کنم، یکم خودم امید بدم. اول مسیرم هم نیست، وسطاشه و دوست دارم زودتر به یه نتیجه‌ای برسم. آره ولی خب خلاصه که چی، ولی دوست دارم چون الان تایمم آزادتر شده، دوست دارم بعضی وقتا بیام جلوی دوربین بشینم. چیزایی که من چون گفتم واقعا به تولید محتوا کردن کلا علاقه دارم، حالا تو هر زمینی. حداقلش اینه که در مورد نگرانیام، فکرام، چیزای عجیب غریبی که دور و برم هست، با یه محوریت موضوعی ویدیو تولید میکنم. هر جایی هم به جز اینستا آپلود میکنم. یعنی اینستا واقعا مسخره است، واقعا نمیدونم بر چه اساسی همه دارن میترکونن، همه پول دارن، اصلا نمیدونم. پس این فقط منم که چالش عاطفی دارم، فقط منم که رابطه‌ام نمیگیره، فقط منم که مشکل مثلا پول سخت میاد، فقط منم که کارام چیزه، فقط منم که بعضی روزا مود خوبی ندارم. یا مثلا چطوریه که اونجا من اصلا اینستام باز میکنم، البته بگم مثلا پیج شخصی خودم مثلا 1400 1500 آدم که فالوور دارم، میدونم بیشتر فالوورام فالوینگام از یه قشری که نسبتا قشر مرفهی حساب میشن. یعنی شاید یه دلیلش هم اینه که من زیاد از اون قشرایی که شاید دغدغه دارن ندارم تو پیجم. ولی خب بازم مگه میشه؟ اصلا نمیفهمم که من الان اکسپلور رو داشتم نگاه میکردم، قشنگ یه ویدیویی بود که میگفت مثلا چقدر خرید تفریحت میکنی، یکی میگفت تفریحم پتمه مایی 20 میلیون خریدش میکنم، یکی میگفت لباس خریدن دوست دارم مایی 30 میلیون خرید میکنم، یکی میگفت ورزشکارم مایی 60 میلیون خرید بدن. من تو یک کشور بعد فکر کن آدمای رندوم ها مثلا از همینطوری از خیابون داشتن رد میشدن، اینا رو گرفته بودن داشتن باشون مصاحبه میگردن. واقعا تو یه مملکت مگه زندگی نمی کنیم؟ این چرا پس ما مگه نمیدونم که واقعا. آره دیگه کلن اینه. من همیشه میگم عدالت یه کانسپت ذهنی ساختیم که دنیا رو برای خودمون قابل تحمل ترش کنیم و این واقعا چیزی به اسم عدالت وجود نداره. چون با حجم تلاش و پارگی که من داشتم تو زندگیم نباید خرج یه پت یکی دیگه کمتر باشه. نمیدونم واقعا مسخره است اصلا آدم. به خاطر همین دوست دارم از این نیستم، چون سمت یوتیوب که میرم باز محتوایی کم معقول تره، باز حداقل نمیدونم کلا معقول تر مثلا به نظر میاد برام نسبت به این نیستم. اینا چقدر از موضوع دور شدم. موضوعم نمیدونم اصلا موضوعی داشتم، استعفا و ضررایی که کردم و قشنگ داشتم اون هفته اون روزی که ضرر کردم داشتم فکر میکردم که چقدر ریلکس حقوق یک ماه همو تو 2 روز ضرر کردم قبلا مثلا. ولی خب پیش میاد. ولی باز میگم
ریسک منیجمنت سر داشت بود. عددهایی که ضرر کردیم زمان یه بار تو 2 روز اول 1.5% ضرر کردیم، یه بار هم کلا 2-3%، یعنی زمینش حتی 5% حساب هم نمیشه. ولی خب به هر حال میگم وقتی اون پول مثل اینستاگرام در نمیاد، اونایی که تو اینستاگرام هستن نمیدونم چطوری پول در میارن که اینقدر ریلکسن، ولی من اینطوری نیستم. من پولی که بالاخره اونجا گذاشتم حتی کمش هم از دست بره، چون با زحمت زیادی به دست اومده، درد میگیره، آدم استرس میگیره، اعصابش خورد میشه، با خودش دعوا میگیره و زندگی تلخ میشه. آره خلاصه که اینطوریه. فردا جلسه ها رو میرم، با بچهای تیم جلسه دارم، با الان 2 نفر کوچینگ دارم، با یکیش هم جلسه دارم، چون احساس میکنم وقتی کوچینگام هم خوب پیش میبرم اونام روم تاثیر میذارن، چون وقتی آدم یه چیزی رو داره به یکی یاد میده خودش هم بهتر اونها رو رعایت میکنم. البته کوچینگ های من اینطوری نیستن که پلتفرمی داشته باشم به صورت حرفه‌ای، مثلا البته به صورت حرفه‌ای که هست، ولی منظور کارمون نیست. اینا رو بیشتر مثلا آدمایی که نزدیکن بهم و کارمو دیدن، نتیجه کارمو دیدن و کیفیت روش دیدن، خودشون پیگیر شدن اومدن مثلا گفتن من میخوام مثلا کلاس بردارم باهات یا کوچینگ داشته باشم یا حالا هر چیز دیگه. منظور اینطوری نیست که من تبلیغی بکنم یا پلتفرمی اصلا داشته باشم، این هیچ همچین چیزی اصلا وجود نداره. و اینایی هم که اصلا خودشون پیگیر بودن و خودشون از نزدیک میشناسن، مثلا کارمو دیدن خودشون اومدن پیگیر شدن گفتن که آقا مثلا من دوست دارم باهات کار کنم. خلاصه که آره فردا پیگیر اونا میشم، تایم بیشتری دارم، قطعا ویدیوهامو ادامه میدم چون احساس میکنم الان یه آرامشی بیشتری دارم انگار با خودم صحبت میکنم، یه آرامشی بهم میده، احساس ذهنم کلیرتر میشه و کلا خالی میشم و میتونم فوکوس بیشتری داشته باشم رو کارم. حالا یک کلام میاد میگه انگار بچه نیویورک اینقدر وسط کلماش انگلیسی صحبت میکنه، نیستم. آره همین دیگه. پیس.